سفری سیومی سینباد دریاگرد. ای یاران، حکایت سفری سیوم بشنوید که از حکایت سفرهای گذشته خوشتر و عجایبتر است و آن این است که چون من از سفری دوم بازگشتم در غایت طرب و شادی عمر به سر می بردم. دیرگاهی در بغداد با سرور و نشاط با یاران و دوستان بماندم. پس از آن صوتهای سفر به خاطر آورده مشتاق سفر شدم و به تماشای شهرهای و دریاها و جمع کردن زر و سیم مایل گشتم. بضاعتی بسیار و متاعهای مناسبی سفر دریا را خریده از شهر بغداد به بصره سفر کردم و از آنجا به ساحل آمده کشتی بزرگ دیدم که در وی بزرگان معروف و اهل خیر بودند. با ایشان به کشتی نشسته سفر کردیم. از دریا به دریای و از جزیره به جزیره روان بودیم و از هر مکان که گذشتیم خرید و فروش و تماشا می کردیم و در غایت خوشوقتی و سرور بودیم تا اینکه روز از روزها در میان موجهای دریا کشتی همی راندیم و ناخدا در کنار کشتی ایستاده به اطراف دریا نظاره می کرد. ناگاه ناخدا تپانچه بر روی خود بزد و بادبان کشتی را فرو پیچید، ریش خود برکند و جامه بر تن بدرید و فریاد بلند برکشید. ما گفتیم ای ناخدا چی خبر داری و این کارها از بهر چیست؟ ناخدا گفت ای ساکنان کشتی بدانید که باد مخالف بر ما وزیده و ما را از راه عافیت دور کرده و قدر ما را به کوه بوزینگان بکشانید. هیچ کس به این مکان نرسیده است که سالم تواند رفت، چنان میدانم که همگی هلاک خواهیم شد. هنوز سخن ناخدا به انجام نرسیده بود که بوزینگان حاضر آمدند و دور کشتی بگرفتند. آنها مانند مور و ملخ در کشتی و اطراف کشتی پراکنده شدند. ما از زدن و راندن آنها هراس کردیم که مبادا آنها ما را بکشند، برای آنکه شماره زیاد به شجاعت غالب است و ما در بین بماندیم. آنها قبیحترین وحشیان بودند، چشمان زرد و رویهای سیاه و یال مانندی شیران داشتند. هر یکی از ایشان را قامت 4 وجب بود. آنها به طنابهای کشتی بالا رفتند و با دندان طنابها را ببریدند. چون از هر سو طنابهای کشتی بریده شد، کشتی را باد به سوی بوزینگان برد. بوزینگان همه بزرگانان را بگرفتند و به سوی جزیره بردند. آنگاه کشتی را با بضاعت آن برداشته رفتند تا اینکه کشتی از نظر ما ناپدید شد و ندانستیم که به کجا رفتند و کشتی را به کجا بردند. پس ما در آن جزیره مانده از میوه های آنجا می خوردیم و از چشمه های آن می نوشیدیم که ناگاه در میان جزیره خانه آباد پدید شد. قصد آن خانه کرده به آن سو برفتیم، دیدیم که قصر است بلند حصار و دری دارد از چوب آبنوس
به قصر در آمدیم. در اطراف قصر درهای بسیار و در صدر او دهلیز بسیار بلند یافتیم و دیگ‌های طعام به دیگدانها گذاشته و استخوان بسیار در کنار دیگدانها ریخته دیدیم، ولی در آن قصر کسی نبود. ما را این کار عجب آمد و در قصر اندکی بنشستیم که ناگاه زمین بلرزید و آواز از هوا بشنیدیم. در آن ساعت مخلوقی بزرگ جثه، سیاه روی و بلند قامت به صورت انسان پدید شد که دو چشم چون دو شعله آتش و دندان مانندی دندان خوک، دهان چون چاه و لبان مانندی لبان شتر داشت و گوشهای پهن و درازش تا کمر آویخته بودند و دندان و ناخونش مانندی دندان و ناخونی درندگان بودند. چون او را به آن حالت بدیدیم، ترسی ما افزون گشت و از شدت خوف و بیم به حالت مردگان بودیم. چون آن شخص را به آن صورت هولناک بدیدیم، بسیار ترسیدیم. چون آن شخص به زمین فرود آمد، اندکی در دهلیز بنشست. پس از آن برخاست و به نزد ما بیامد و دست مرا بگرفت و از زمین برداشت، این سو و آن سو میکرد به آن طرز که قصاب گوسفند را امتحان کند. مرا از بسیاری اندوه و محنت که برده بودم و از حسرت رنج و مشقتی که کشیده بودم خراب و نیزار یافت و در من اثری از گوشت ندید. باز دیگری را از یاران من بگرفت، پس از امتحان او را نیز رها کرد. پس یکی یکی امتحان میکرد تا آنکه به ناخدای کشتی برسید. او را بپسندید و مانند قصاب بر زمین بیانداخت و گردنش را بشکست. آنگاه سیخ بلند حاضر آورد و او را به سیخ کشید. پس از آن آتشی سخت بیفروخت و سیخ بر آن بداشت و در پهلوی آتش همه گردانید تا اینکه گوشت ناخدا پخته و بریان شد. آنگاه سیخ از آتش بگرفت و در پیش خود بگذاشت و با ناخنهای خیشتن گوشت او را میکند و میخورد تا اینکه تمامت گوشت بخورد و استخوانها را بیمکید و در پهلوی قصر بیانداخت و ساعت نشست. پس از آن در خانه بخفت و مانندی گوسفندی کشته نفیر میزد تا بامداد به همین سان خفته بود. پگاهی به راه خود رفت. چون از ما دور شد، ما به یکدیگر سخن گفتیم: کاش که در دریا غرق می شدیم و یا بوزینگان ما را می خوردند و بهتر از این می بود که بر آتش بریان می بودیم که این گونه مرگ پسترین مرگ هاست. پس از آن برخاسته از قصر به جزیره شدیم که مکان برای پنهان شدن و راه برای گریختن یابیم. هنگام شام در رسید. از غایت بیم به سوی قصر بازگشتیم و اندکی بنشستیم که زمین لرزید و همان شخص بیامد و ما را یکی یکی چون باری اوله امتحان کرد و ملاحظه نمود تا اینکه یکی را از ما بپسندید و چنان کرد که با ناخدای کشتی کرده بود. پس از آن در خانه بخفت. چون بامداد برآمد به
عادتی رسمی برخاسته بر راه خود رفت و ما به یک جمع شدیم. آنگاه یکی از ما گفت باید از برای او حیله کرده او را بکشیم تا از ضرر او آسوده شویم. من گفتم ای یاران، اگر از کشتن او ناگزیر هستید این تخته ها بگیریم و پاره هیزم جمع آورده چیز به مانند کشتی بسازیم. پس یگان حیله کرده او را بکشیم، بر روی کشتی نشسته در دریا به هر جایی که خدا خواسته باشد برویم و یا اینکه در این مکان بنشینیم تا کشتی بر ما بگذرد و ما بر آن کشتی بنشینیم. همه گفتند به خدا سوگند که فکری درست است. پس همگی برخاسته تخته ها را به خارج قصر بیاوردیم و آنها را به صورت کشتی بساختیم و در کنار دریا گذاشته پاره توشه در آنجا جمع آوردیم و به قصر بازگشتیم. چون هنگامی شام شد زمین بلرزید، سیاه در آمد، یکی ما را امتحان کرده یکی را بگرفت و چنان کرد که نخست کرده بود. چون در خانه بخفت ما برخاستیم و 2 سیخ آهنین به آتش گذاشتیم چندان که افروخته شدند. آنگاه 2 سیخ را گرفته به سوی آن سیاه بیامدیم. پس سیخ ها را به چشم او بگذاشتیم و با قوت تمام به چشمان او فرو بستیم. آنگاه فریادی بلند زد که نزدیک شد که زهره ما بشکافد و از جای خواب برخاسته ما را جستجو می کرد. ما به چپ و راست می گریختیم، چون نابینا شده بود ما را نمی دید، ولی سخت ترسیدیم و ناامید بودیم. پس در آن هنگام قصدی دری قصر کرده چون در پدید آورد بیرون رفته فریاد همی زد. ما نیز از قصر بیرون رفتیم، دیدیم که آن سیاه با جفت خود که از وی بزرگتر بود بازگشته همی آیند. چون او را با جفتش بدیدیم هر راز بر ما غلبه کرده از خوف به هلاکت نزدیکتر شدیم. در حال با سرعت به سوی آن صورت کشتی بیامدیم و بر او نشسته او را به دریا افکندیم. آن سیاه و جفتش سنگ ها بر ما می انداختند تا اینکه جز 3 تن همه ما را با سنگ بکشتند و بر روی آن صورت جز من و 2 نفر دیگر کسی نماند. آن کشتی ما را به جزیره رساند و در آن جزیره تا آخری روز گشتیم. چون شب در آمد در همان جزیره اندکی بخفتیم. چون بیدار شدیم اژدهای بزرگ جثه دیدیم که ما را احاطه کرده قصدی فرو بردن ما دارد. پس یکی را از ما فرو برد و از پی کار خود برفت. من با رفیق خود غمگین شدیم و بترسیدیم و گفتیم به خدا سوگند این مرگ بدتر و پستر از مرگی نخستین است. ما خوشوقت شده بودیم که از دست سیاه خلاص شده و از غرق شدن نجات یافتیم، ولی چی سود که از این اژدهای شوم خلاص نخواهیم شد. پس از آن برخاسته به جزیره برفتیم و از آب و میوه آن بنوشیدیم و بخوردیم. چون هنگام شام شد به درختی بلند برآمدیم و به شاخه های بلندتری او برسیدیم و در آنجا بخفتیم.
چون شب تاریک شد اژدها آمد و به چپ و راست نگاه کرده ما را بر آن درخت احساس نموده به سوی ما بیامد و به درخت برآمد. چون به رفیق من برسید او را فرو برد و من با چشم می دیدم. پس از آن از درخت به زیر رفت و راهی خویش در پیش گرفت و من باقی آن شب را به محنت و ملالت بر فراز درخت به سر بردم. چون روز شد من از درخت به زیر آمدم و از غایتی بیم و هراس مرده بی جان بودم و همی خواستم خود را به دریا افکنده از محنت‌های روزگار آسوده شوم، ولی از جان گذشتن دشوار بود. ناچار چوبی بلند و پهنی را به پای خود بسته، چوبی را به پهلوی چپ و یک چوب دیگر را به پهلوی راست، دیگری را بر شکم و یک چوب دیگر را بر سر و به آن سان که پایهای خود را بسته بودم ببستم و در میان آن چوبها بخفتم و آن چوبها مرا احاطه کرده بودند. چون شب تیره گشت همان اژدها بر عادت معلوم بیامد و به سوی من بنگریست و قصد کرد که مرا فرو برد. چوبها از هر طرف مانع اژدها بودند. اژدها به دور من می گشت ولی به من نمی توانست رسد و من از غایتی خوف و بیم چون مرده افتاده بودم و اژدها از من دور می شد و دوباره به سوی من باز می گشت و هرگاه می خواست که مرا فرو برد، آن چوبها که از 4 سو به خود بسته بودم مانع بودند و تا دمیدن صبح اژدها را کار با من همین بود. چون روز شد اژدها در غایت خشم از من بازگشت و به راه خود برفت. من در حال دست دراز کرده آن چوبها را از خود بکشادم، از بس که رنج و مشقت زیاد از آن اژدها برده بودم، به مردگان مانند بودم. پس از آن برخاسته در جزیره رفتم تا به پایان جزیره برسیدم. مرا در میان دریا به کشتی نظر افتاد. آنگاه شاخی بزرگ از درخت برشکستم و با آن شاخ به سوی اهل کشتی اشارت کرده بانگ بر ایشان بزدم. چون مرا دیدند کشتی را به سوی من راندند. به من نزدیک شده آواز مرا بشنیدند. پس از آن پیش آمده مرا بگرفتند و به کشتی نهادند و از حالت من جویان شدند. من تمامت ماجرا باز گفتم و رنجها که برده بودم نقل کردم. بس تعجب کردند و حیران ماندند. آنگاه جامه به من پوشانیده خوردنی پیش من آوردند. من به قدری کفایه خوردم و آبی خنک و شیرین بنوشیدم. روان من راحت یافت و از اینکه خدا مرا پس از مرگ زنده کرده بود شادی بزرگ به من روی داد. حمد خدا را به جا آوردم و نعمتهای او را شکر گفتم. با یاران کشتی همی رفتم و باد مراد همی وزید تا اینکه به جزیره که آن را جزیره صلاحیته گویند رسیدیم. کشتی را در برابر آن جزیره بداشتند.
همه بزرگانان و ساکنان کشتی به جزیره برآمدند، بضاعت‌های خویشتن را برای خرید و فروش بیرون آوردند. آنگاه صاحب کشتی رو به من کرد و گفت: تو مردی هستی غریب و بیچیز و چنانچه خود بیان کردی بسیار خطرها دیده ای و بس رنجها برده ای. قصد من این است که سود بر تو رسانم که به سبب آن به شهر خویشتن برسی و مرا دعا گویی. من گفتم: آره، پیوسته احسان تو را دعا خواهم گفت. پس صاحب کشتی گفت: کسی با ما در کشتی مسافر بود و از ما ناپدید شد. اکنون نمیدانم زنده است یا مرده. قصد من این است که قسمی از بضاعت‌های او به تو بدهم که در این جزیره بفروشی و من تو را در عوض رنجت مزد دهم. باقیش را گرفته نگاه دارم. چون به بغداد برسم از پیوندان او جویا گشته مال به آنها بسپارم. آیا تو می توانی که این کار بکنی؟ بضاعت‌های او را مانند بزرگانان بفروشی یا نه؟ گفتم: یا جناب، فرمان تو را اطاعت کنم و منت برم. پس در آن هنگام ملاحان را امر کرد که از آن بضاعت به جزیره آورده به من تسلیم کنند. آنگاه نویسنده کشتی گفت: ای رئیس، این بضاعت‌ها که بیرون آوردند از کیست و به نام کی نویسم؟ رئیس کشتی گفت: به نام سندباد دریاگرد بنویس که با ما بود و در جزیره غرق شد و از او خبر باز نیامد. اکنون همه خواهم که این غریب بضاعت‌های او را بفروشد تا چیزی به او مزد دهیم و باقی مال برداشته به بغداد بریم. اگر سندباد را یافتیم به خودش رد کنیم، اگر نیافتیم به وارثان او برسانیم. چون من از رئیس شنیده بودم که به نویسنده گفت بضاعت‌ها به نام سندباد دریاگرد بنویس، به خود گفتم: سندباد دریاگرد منم و من در جزیره غرق شده بودم. پس من صبر کردم تا اینکه بزرگانان از کشتی بدر شدند و به یک جا جمع شده حکایت می کردند و درباره خرید و فروش گفتگو می نمودند. در حال من پیش رفته به صاحب کشتی گفتم: ای رئیس، آیا صاحب این بضاعت را می شناسی یا نه؟ صاحب کشتی گفت: نه والا، حالی او را ندانم، غیر از این که مردی بود از بغداد که سندباد دریاگرد نام داشت. روز ما کشتی به جزیره بداشتیم، سندباد دریاگرد در آنجا ناپدید شد و تا امروز خبری از او ندانسته. پس در این هنگام من فریاد بلند برآورده گفتم: ای رئیس، بدان که من سندباد دریاگردم، غرق نشده بودم، ولیکن وقتی که کشتی بر آن جزیره بداشتیم و بزرگانان به جزیره در آمدند، من نیز با گروهی مردم بیرون آمدم و در جزیره سیر می کردم و در کنار چشمه‌ای که در آنجا بود نشسته خوردنی بخوردم و از هوای آن مکان لذت بردم. خواب مرا در بود. وقتی که بیدار گشتم از کشتی و ساکنان آن اثری نیافتم و این بضاعت از آن من است. بزرگانانی که در کوه الماس سنگ الماس برمیچیدند مرا دیدند و گواهی میدهند که من سندباد دریاگردم.
از آن که من قصه خود را به ایشان گفتم، به این سان که به شما گفتم و ایشان را خبر دادم از این که من خفته بودم، یاران مرا فراموش کردند. چون بیدار شدم از کشتی و ساکنان کشتی اثر نیافتم. پس چون بازرگانان سخن من بشنیدند، بر من گرد آمدند. قسم از ایشان مرا تصدیق کرده و قسم تکذیب کرد. در آن حالت بازرگانی که از بزرگانان شنید که من نام کوه الماس بردم و حکایت آنجا را بیان کردم، برخاسته به پیش من آمد و بزرگانان را گفت: ای جماعت، به خاطر دارید که من وقت عجایب سفر خود را به شما بیان می کردم. گفتم که من چون به عادت معلوم لاشه گوسفند به بادیه الماس انداختم. مرد به لاشه من آویخته به فراز کوه بیامد. شما سخن من را باور نکردید. بزرگانان گفتند: بله، تو این حکایت به ما کرده بودی، ولی ما تو را تصدیق نکردیم. پس آن بازرگان گفت: این همان مرد است که به لاشه گوسفند من آویخته بود و سنگهای الماسی گرانبها را به من عطا کرد که مانندشان یافت نمی شود. و با همین مرد تا به شهر بصره در کشتی رفیق بودیم. چون به آنجا رسیدیم، این مرد مرا وداع کرده به سوی شهر خود رفت و ما نیز به سوی شهر خود برفتیم. من این سندباد دریاگرد است و ما را از این خبر داده بود که او در جزیره خفته و یارانش او را فراموش کرده بودند. ای یاران، بدانید که این مرد به اینجا نیامد مگر این که راستی سخنانی که من به شما گفته بودم آشکار شود و این بضاعتها مال اوست. او وقتی که با ما جمع آمده بود این ماجرا به ما باز گفته بود. اکنون راستی سخنش ظاهر شد. پس چون صاحب کشتی سخنی بازرگان را بشنید، برخاسته به نزد من آمد و دیر ساعت در من به تحقیق نظر کرده. آنگاه گفت: نشانی بضاعتهای تو چیست؟ من علامتی بضاعت خود باز نمودم و کارهایی که در کشتی میان من و او روی داده بودند یک یک از بحر او بشمردم. آنگاه چون یقین دانست که من سندبادی دریاگردم، مرا در آغوش گرفت و به من گفت: ای برادر، به خدا سوگند کار تو عجیب و حکایت تو غریب است، ولیکن شکر خدا را که میان ما و تو جمع آورد تا بضاعت تو را به تو رد کنم. پس در آن ساعت من بضاعت خود را تصرف کردم و در آن سفر بضاعت من سود بسیار و مرا خوشوقتی زیاد پدید آمد و به سلامتی خیشتن و ردی بضاعت شکر می گفتم و همواره در جزیره ها خرید و فروش می کردیم تا به بلادی سند برسیدیم و در دریا از عجیب و غریب چندان دیدم که در شمار نیاید. از جمله چیزهای عجیب که دیدم ماهی بود به صورت گاو و ماهی دیگر دیدم به صورت خر و پرنده دیدم که از درون آب به در می آمد و در روی آب تخم گذاشته چوجه می برآورد و هرگز از آب بر روی زمین نمی رفت.
پس از آن به اذن خدای تعالی سفر کردم و باد به ما نیکو شد و سفری ما به مبارکی گذشت تا اینکه به بصره برسیدیم. چون روز در آنجا بماندیم، پس از آن به سوی شهری بغداد بیامدیم. چون به بغداد رسیدیم، به خانه خود در آمدم و به یاران و دوستان سلام دادم و به سلامتی خود و بازگشتن به وطن خوشوقت شدم. آنگاه صدقه دادم و به یتیمان و بیوزنان بپوشانیدم و خویشان و پیوندان مال بخشیدم و هدیه ها فرستادم و خوردن و نوشیدن و عیش و نشاط مشغول شدم. عیش و نشاط رنجهای سختی را که به من روی داده بود از یاد من ببرد و در این سفر سودی زیاد کرده بودم که با صرف کردن تمام نمی شد. این حکایت را که گفتم از عجایبات حکایت های این سفر بود. فردا به سوی من آید تا حکایت سفری چهارم را از بحر شما بازگویم که او عجیبتر از سفرهای پیشین است. پس از آن سندباد دریاگرد 100 مثقال زری سکه‌دار را به عادت معلوم به سندباد حمال بداد. دسترخوان‌ها پهن کرده خوردنی بیخوردند و از آنجا مجلس بازگشتند. ولی از آن حکایت بسی در عجب بودند. سندباد حمال نیز زرها را گرفته در غایت خوشوقتی و شکفتگی بر راه خود رفت و آن شب را در خانه خود بر روز آورد. چون بامداد شد، برخاسته نماز بجا آورد و به سوی سندباد دریاگرد روان شد. چون به نزدی او در آمد، سلامش گفت. سندباد با جبینی کشاده جواب داد و حمال را در نزد خود بنشاند تا اینکه باقی یاران حاضر آمدند. چون خوردنی بخوردند، سندباد دریاگرد سخن گفتن آغاز کرد و به حکایتی سفری چهارم زبان گشود. اینجا شنونده عزیز افسانه ما به پایان رسید. اگر افسانه پسند شما شده باشد، خواهشمندم که علامتی بسیار خوب را پخش نمایید. شاد و فیروز باشید.